سلام علیکم دوستان، تماشابینان و هموطنان عزیز. خب یک نوار اوجیل رو لازم داشتیم و امروز به چیز در پخش مستقیم قرار داریم. بنده در یکی از باغ‌های نامدار شهر زین قرار دارم که اون را باغ شامبرون میگویند. من کمی این دالان طبیعی رو به شما نشون دهم. خب همین زیبایی ها را و ببینید همین زیبایی، همین باغی که است، همه خب در اینجا رایگاه می‌دارید، سیر و گشت میکنید و همه مصرف از حساب حکومت است که در این حکومت هیچ کسی را، یعنی به خاطر همین خیل زیبایی ها، هیچ کسی را خب نه جناب عالی میگویند نه شکرانه همون جناب عالی میکنند. ولی یک مثال میارم. چند سال پیش در سال 90 چند بود، در شهر خوروغ، همین باغ مرکزی شهر خوروغ را فاند آقاخان چی کرد؟ یک تعمیر کرد و بعد از تعمیر کردن به حکومت اون را تقدیم کرد، دنی شدن و حکومت اون را به گردن نگرفت، چون که مصرف های خزینه های را دارد و حکومت اون را به گردن نگرفت و امروز این باغ پر از حساب رضاکاران، یعنی ولنتیرهای شهر خوروغ نگهبانی می شود و حتی در شهر دوشنبه ما شاهد، خب ما چنین همین باغ‌های را استخطی را داریم و چی رسد به شهرهای. خب موضوع ما امروز در این موضوع نبود، موضوع موجل بود. خب اول سر میکنم خیلی که ما عادت برنامه ما بود، یعنی خبرهای مهمی هفته. من اینجا فقط درباره خب ابلاو کمی گپ میزنم و میگذارم به مسئله اساسی. خب خیلی که شما شاید هستید، وزارت معارف ادعا کرد که خب دانشجویانی که به سال ختم، یعنی کورس 4 و 5 میخونند، اختیاری امتحانهای دولتی را پیش از مهلت سپرده اختیاری به ارتش میروند، به خدمت میرند. ولی نواری که از نایه یوان اخیرا پخش شد، این ادعای وزارت معارف را کلا رد میکند، چون که از این نوار ما شاهد اون شدیم که چخیل اختیاری اونها را، یعنی دانشجویان را، در یک سیمخانه محکم کردند و خواستند اتوبوس را آوردن و خواستند اونها را اختیاری سوار کرده برند. ولی اونجا به حد شد که اون اتوبوس سنگباران کرده شد از طرف همکورسان دختر این بچه ها و امیدوارم که به خاطر همین سنگباران کردن ها نشود که این بیچاره ها، این دانشجویان را باز یگان چیز انتظار باشد، یگان تعقیب. چون از تجربه که در بدخشان داریم، هر نفری که به اعتراض برآمد امروز در بدخشان مورد تعقیب قرار دارد و برنامه تعجیلی ما که امروز آن را من چند دقیقه میگذرانم، به خاطر همین بود که اخیراً در شبکه های اجتماعی خبر پخش شد که در خوروغ یک چیز مانند به تظاهرات را جوانان تشبس کردند. از طبق خبری که ما هم اون رو پخش کردیم، ما از خوروغ گرفتیم که جوانان نیت دارند همین
روز شنبه یک تظاهراتی آگاه یک آگاهی یعنی پردوپردیتلن میگم به روسی آگاهی میتیند این مقامات قدرتی را که اگر چنین سیاست آمده ما مجبور میشویم که به تظاهرات به مهلت تا به دست آوردن طلباتمان دست زنیم و پگاه در شهر خورو چنین یک جمع تشبس کرده شده است و من از همه ساکنان شهر خود ولایت مختلف کوهستان بدخشان دیگر ناحیه‌ها از مرد دان و زنان از جوان تا پیر دعوت میکنم که همه در محله برخورد جمع شوند و خب چی کنند از حق خود دفاع کنند چون دیگر کار از کار رفت اینها آمدن تمامی خب تمام مقدسات مردم رو زیر پا میکنند. در ابتدا من از ابله گفتم چند روز پیش از یک کاربر پیامک گرفتم که در چندی از قسم های نظامی که باید همین حالا 2 ماه پیش همون مولت ادای وظیفه که به آخر رسیده است 2 سال برای همگان و 1 سال برای کردگان یعنی دیپلمدارها آمدن و چند بدخشانی در چند قسم های حربی محض بدخشانی ها را که از همه پیش در 1 روز خیلی که در خاطر دارد طی 4 سال اخیر بدخشان در نیم روز نقشه دعوت را پر می کند و این جوان ها از همه پیش به خدمت جلب شدند ولی امروز با کدام سبب اینها را از خدمت جواب نداده ایستادند و طبق خبری که از این بچه ها گرفتم نسبت بدخشانی ها در حداقل در همون قسمی که از اون به من تماس گرفتن تبعیض نسبت بدخشانی ها است. بدخشانی ها رو فرض کردیم برای میگند که راهبری تعیین نمی کنند راهبری گروه یعنی همون سرژانس که شکل میگند به همون مکتب سرژانتی اونو را جلب میکنند دیگر زینه ها رو میگذارند ولی یک چیزی است یک خدمات در همین قسم های نظامی تاسیس داده شده است که اون را خدمات چی میگن جاسوسی یعنی رزویدکا میگویند و همون خدمات جاسوسی میاد و میگه که بدخشانی ها را رد میکنند یعنی همون چیز بدخشانی ها را خواندن بدخشانی ها را رد میکنند دیگر و دیگر یعنی این خدمات جاسوسی در دوام کاری خدمات جاسوسی کشور که یتیم و خون را رهبری میکند به همون مانند کار کرده این بدخشانی ها را یک گروه به اعتماد برای ارتش تاجیک میفهمند و خیلی که در دوره شوروی روسها نمیخواستند که یک تاجیک یک ازبک یک قرغیز یک نمیدونم قزاق از خب از چیز حربی یعنی از اختصاص حربی آموزدو خدا نکرده یک روز برای مرکز همین جمهوری ها مشکل ساز نشوند عادتا ما را به همان ارتش استرایبات میگوییم و همین خیلی ارتش ها یا وزارت کارهای داخلی ونوترین وایسکا همین خیلی قسم های عربی همین خیلی تخصص ها میدادن که ما یگان چی را ناموزیم امروز همین خدمات جاسوسی ارتش تاجیک نسبت بدخشانی ها چنین تبعیض را ورا مانده است و این نشان میدهد که همین نواری که من امروز مجبور شدم که
این نوار را کنم. این سر وقتی است و ما بدخشانی ها باید و تمامی تاجیکانی که امروز زیر ظلم همین رژیمند باید از بدخشانی ها دفاع کنیم، چون دفاع از بدخشانی ها دفاع از هر یک مظلومان تاجیک که امروز زندان ها رو پر کرده ایستادن می شود. و من دعوت میکنم که همین تجمعی که پگاه در خورو تشبس کردن باید برگزار شود، باید نهراسیده مردم اونجا رود و ما توانیم که از حق این مردم تواند از حق خود دفاع کند. انا منظور اساسی نوار امروزم اون همین بود. باز یک خبری باز خب باز یادرس ستان میکنم که همین پخش زنده حاضر در صفحه فیسبوکی بنده است و در کانال یوتیوبی پیمون لایف رفته استاد است و همزمان در شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی رفته استاد است که خوشبختانه از تاجیکستان خبرهای زیادی به ما میرسد، پیام‌های زیادی میرسد که مردم علاقه ما رو تماشا دارند. متاسفانه بعضی به خاطر جنگ اوکراین یکی از یک گروه مؤلفان و کارگردان های ما سرگردان شدند و هنوز خوب جابجا نشدند و برنامه های پیمان تیوی، برنامه های رادیویی پیمان تیوی، برنامه های دیگر پیمان تیوی هنوز برقرار نشدند. امیدواریم که در ماه نزدیک آنها را برقرار کنیم و در کانال ماهواره‌ای دیگر به تنفس ما باید برنامه ها را برای شهروندان، برای هموطنان خود پیشکش کنیم و از شما دعوت میکنم که در کانال یوتیوبی پیمان لایف ابونه شوید و ما رو پیگیری کنید. ما تلاش میکنیم که هر هفته یک دو بار برنامه داشته باشیم و در این کانال، در کانال پیمان لایف، مسئولان پیمان و دیگر شهروندان تاجیکستان را منبر میتیم و تا که چی در کانال یوتیوبی خودمون و چی در کانال ماهواره‌ای هموطنان ما از موقع های ما با خبر باشند. خدا یار و مددگار ما و شما باشد. بعد چند لحظه به زبان شغنانی یک نوار دیگری میکنم و شما را به الله پاک بسپارم. خدا یار و مددگار ما و شما باشد.